مقامات شرکت هوایی سامان ایر میگویند هرچند آنها اجازه پرواز را داشتند، اما فرودگاه شهری تاشکند با آنها گفته است که به قبول هواپیمای دوشنبه آماده نیست. در این باره به رادیوی آزادی در دفتر مطبوعات شرکت سامان ایر خبر دادند. یک مسئول این شرکت گفت که 26 مسافر قرار بود صبح امروز به پایتخت ازبکستان پرواز میکردند، ولی فرودگاه بین المللی تاشکند به آنها اجازه پرواز را نداد. مقامات تاجیک میگویند که سبب چنین رنگ گرفتن وضع را نمیدانند. در بیانیه رسمی این شرکت از جمله گفته شده است که خط سیر شرکت هواپیمایی سامان ایر سمت دوشنبه تاشکند که انتظار بود امروز 20 فوریه پرواز میکرد عملی نگشت و گفته این شرکت در سنه 10 فوریه هنگام مذاکرات در تاشکند به شرکت هواپیمایی سامان ایر اجازه داده شده بود که در سنه 20 فوریه به فرودگاه تاشکند پروازها اجرا نماید. اما امروز از فرودگاه تاشکند خبر قبول کردند که پروازها در سمت ذکر گردیده منع شدند. با گفته این شرکت توسط خط سیر منتظم اولین باید به تاشکند 26 مسافر پرواز میکرد. شرکت هواپیمایی سامان ایر همزمان از مسافران خط سیر مذکور برای ایجاد کردن ناراحتی معذرت خواسته و گفته است به همه مسافران مبلغ‌هایی را که برای خریداری چیپته صرف نموده بودند برگردانیده است و به بعض مسافران چیپته و خط سیر دوشنبه خوجند ترتیب داده شد. از این پیش معاون اولی رئیس کل شرکت سامان ایر علیشه رستموف در صحبت به خبرگزاری روسی اینترفاکس گفت که اینجا سامان ایر گناه ندارد و با سبب عدم اجازت پرواز به سمت تاشکند انجام نشد. حالا مشخص نیست که روز 23 فوریه هم این پرواز انجام می شود و یا نه، در حالی که توافق اثرگیری پروازها میان دوشنبه و تاشکند بعد 25 سالی تأخیر آخرین بار و به طور رسمی در جریان مذاکرات روز 10 فوریه مقامات هوایی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند حاصل شده بود. نخستین هواپیمای شرکت سامان ایر تاجیکستان روز 10 فوریه در فرودگاه بین المللی شهر تاشکند پس از 25 سال قطع پروازها فرود آمد. مدت پرواز هواپیما بین پایتخت دو کشور همگی 45 دقیقه بود. مسئولان شرکت سامان ایر آن زمان گفتند که پرواز 10 فوریه آزمایشی و فنی بوده و پروازهای معمولی از روز 20 فوریه آغاز می شوند. با درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در سال گذشته، حکومت نو با رهبری شوکت میرزیایوف به ترمیم رابطه های سر با تاجیکستان پرداخت و اولین قدم در این سمت به گفته ناظران احیای پروازها بین دوشنبه و تاشکند است. تاکنون ساکنان هر دو کشور همسایه فقط از راه زمینی به قلمرو همدیگر می رفتند. بین دو کشور تاکنون نظامی روادید وجود دارد. در پی آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان قطع شد. پیش از این سالها دوشنبه با شهرهای تاشکند، سمرقند، بخارا، نمنگان، اندیجان و قوقند ارتباط هوایی داشت و هفته 10 پرواز میان شهرهای تاجیکستان و ازبکستان انجام می شدند.